درود بر شما. همین ابتدا بگم که این صحبت ها برای همگان نیست، یعنی عده‌ای که میتونن این صحبت ها رو هضم کنن و درک کنن به این صحبت ها گوش بدن بهتره و این کانال رو دنبال کنند. توی فایل قبلی یک بخش هایی از صحبت افرادی که موافق یا مخالف قانون جذبن رو گذاشتم که میتونیم اینجا هم یه 30-40 ثانیه‌اش رو به صورت خلاصه باز ببینیم و بشنویم. I understand something about like attracts like. خودم دارم زندگی خودم رو خلق میکنم. قانون جذب برای شما تشریح شد و جا افتاد یک فاجعه بود. به هم حرف منفی نزنید، فقط مثبت صحبت کنید. ما یا در حال جذب ثروتیم یا در حال جذب فقر. های التقاطی و غیر صحیح و غیر جامع بدین که یکیش میشه قانون جذب. من میگم اصلا چیزی تحت عنوان اراده اختیاری وجود نداره. انسان یگانه موجودی است که دردها و رنجهاش رو میتونه به شادی و بهجت و خرسندی تبدیل کنه. خب همونطوری که شنیدید و دیدید یک تعدادی هستن که قانون جذب رو ترویج میکنن، تبلیغ میکنن، موافقشن و تعدادی هم هستن که مخالف قانون جذبن با هر جزئیاتی که داره. حالا من میخوام تو این کانال شروع کنم یک بحثی رو و در واقع یک بررسی و ارزیابی رو که ببینیم تکلیف چیه، کدوم درست میگن، چون این بحث خیلی چون سالهای اخیر مفصل داره مطرح میشه. بنابراین من ابتدا شاید هم کلن برم سراغ اونایی که موافق قانون جذبن. اگر ما موافق ها رو متوجه بشیم که درست میگن پس اونا اشتباه میکنن، اگر متوجه بشیم که اشتباه میکنن پس اونا میتونن درست گفته باشن و بگن. بنابراین ما یکی از گروه ها رو بررسی میکنیم، گروه موافقین قانون جذب. خود موافقین هم یک صدا نیستن، یعنی به شکل‌های مختلف قانون جذب رو بیان میکنند. بعضیشون خب به شکلی که اصلا قابل قبول نیست و با هیچ فکری جور در نمیاد. بعضیشون منطقی تر. باید ما اینو بررسی کنیم. موافقین قانون جذب میگن، اونا میگن، از حالا به بعد میگم اونا میگن، من دارم اونها رو، بیان اونها رو توضیح میدم. فعلا این که درسته یا غلط رو کار نداریم، بعد به مرور پیش میریم متوجه میشیم. اونا میگن به هر چی فکر کنی وارد زندگیت میشه. بشینی راجع به یه موضوعی فکر کنی، خیلی درگیرش بشی، فکر کنی، این چه مثبت باشه چه منفی وارد زندگی تو میشه و تو میتونی جذبش کنی اصطلاحاً. خب حالا یه گروهشون میگن نه، فکر به معنی اینکه بشینی اینطوری فکر کنی نیست، بلکه باید توجه کنی. یعنی چی؟ یعنی با دیدن، شنیدن و فکر کردن توجه کنی به یک موضوعی، یعنی تمام فکر و ذکرت اون باشه و اون وارد زندگیت میشه. یا به عبارتی تو میتوانی زندگیت را خودت بسازی. اصل حرفشون اینه که آقا شما اختیار داری که 100% زندگی تو خودت بسازی. حالا اگر من اختیار دارم که 100% زندگیمو خودم بسازم، پس اتفاقات بیرونی چی میشه؟ مثلا فرض کنیم من یک کسب و کاری را انداختم خیلی هم خوب، اما یه قانونی وضع میشه که کل کسب و کار منو میبره هوا. خب پس اون چی میشه؟ تأثیر عوامل بیرونی چی میشه؟ اگه من خودم با فکر کردن و توجه کردن میتونم زندگیمو بسازم، پس عوامل خارجی چی میگن؟ عوامل خارجی شامل آب و هوا و قوانین و خانواده و کشور و جنگ و زلزله و هر چیزی میتونه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. اونا پس چی میشن؟ این بحثیه که کار یک جلسه و 2 جلسه یه چند دقیقه‌ای نیست. من سعی میکنم هر هفته و حتی شاید زودتر، هفته‌ای حداقل یک جلسه 7-8 دقیقه‌ای درباره این مباحث صحبت کنم و بریم تا جایی که متوجه بشیم داستان چیه. اگر
قانون جذب نه اونطوری که خیلی از موافقین میگن، بلکه اونطوری که منطقیه و قابل قبوله. اگه درسته که ما هم وارد این داستان بشیم، اگرم نه که دیگه اصلا راجبش فکر نکنیم. بنابراین با من باشید و اگر کسانی مایلند دوست دارن که این مباحث رو ادامه بدن، این کانال رو معرفی کنید و با من باشید. هر هفته این بحث رو ادامه میدیم و مطمئن باشید بحث بسیار جالبی خواهد بود. تو ویدیو قبلی گفتم که طرفداران و مروجان قانون جذب میگن که همه اتفاقات زندگی ما، همه برخوردهای ما، همه رفتارهای ما دست خودمونه. خب این که ما چه برخوردی با دیگران داریم، چه رفتارهایی انجام میدیم و خب خیلی ها میتونن قبول داشته باشن که بخش عمده‌اش دست ماست یا 50%، بیشتر از 50%ش دست ماست. ولی خب عواملی دیگه هم هستن که تأثیر میذارن روی رفتار ما، روی برخورد ما. اما اونا یه چیزی بالاتر از این میگن هر اتفاقی که برای ما میفته، حتی اتفاقاتی که ما اصلا درش دخیل نیستیم، مثلا یه نفر تو خیابون بی خود و بی جهت به ما توهین میکنه، یا یه موتوری یه ماشینی میزنه به ما هم خیلی هم رعایت کردیم، همه قوانین رعایت کردیم، یا زلزله میاد، هر اتفاق بد یا خوب، یا یه نفر که نمیشناسیمش میاد یه گل، یه هدیه به ما میده، یه برخورد خوبی ما داره یا یه برخورد بدی داره، همه اینها رو اونا میگن که ما خودمون داریم میسازیم. هر اتفاق خوب یا بدی، ولو اینکه ما ظاهرا درش دخیل نباشیم، اما در واقع ما هستیم که داریم میسازیم و ما در اون اتفاق، ایجاد اون اتفاق دخیل هستیم. اول رفتار و برخورد رو یه بررسی کنیم. هر گفتار، رفتار، افکار ما در واقع مجموعاً به اینا میگن رفتار ما. خب در حالی که صاحب نظران معتقدن رفتار ما از عواملی نشأت میگیره، مثلا به عبارتی عوامل مؤثر بر رفتار میتونن اینا باشن: عوامل ارتباطی، انگیزشی، یادگیری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خصوصیات جسمانی، عقاید، حتی جغرافیای محل زندگیمون، زمان، غریزه، ژن و خیلی عوامل دیگه هستن که تأثیر در رفتار ما دارن. اما طرفداران و مروجان قانون جذب میگن که نه، همه اینا از یک چیز نشأت میگیرن، همه اینها دست خودمونه و از باورهای ما نشأت میگیرن. یعنی باورهای ما هستند که دارن اونها رو میسازن. یعنی همین رفتار رو هم صاحب نظران میگن نه، عوامل زیادی تأثیر دارن، درسته خودمون هم تأثیر داریم، از جمله خصوصیات جسمانی یا عقایدمون، ولی عوامل بیرونی هم تأثیر دارن. اما اونها میگن که نه، عوامل بیرونی نه اینکه تأثیر ندارن، ولی تأثیرش رو ما داریم میسازیم. یعنی همه چیز توسط باورهای ما ساخته میشه. حالا باورها چی هن؟ باورها اطلاعاتی، داده هایی که وارد ذهن ما میشه از طریق حواس پنجگانه، به ویژه بینایی و شنوایی، یعنی از طریق چشم ما و گوش ما وارد ذهن ما میشن در مورد یک موضوع خاص. مثلا ما در مورد یک موضوعی مثل این که من اگه سرما بخورم 1 هفته میافتم، این انقدر تکرار شده، ما اینو شنیدیم و دیدیم و تجربهش کردیم که باور شده برای ما. یعنی اینو بارها شنیدیم از کسانی که تجربه کردن، یعنی مثلا سرما میخوردن، از نزدیکان ما تو خانواده از کودکی اینو دیدیم که سرما میخوردن و 1 هفته میافتادن و این یواش یواش در اثر تکرار شده باور و هی قدرت گرفته، قوی تر شده و این باوره داره کاری میکنه که ما وقتی سرما میخوریم، حتی اگه بریم دکتر و دارو و هر کاری هم کنیم 1 هفته میافتیم. این باور داره میسازه این
اتفاق رو برا ما. حالا اگر باورمون به شکلی دیگه باشه، یعنی در واقع اونا دارن میگن که اگر اطلاعاتی که وارد ذهن میشد برعکس این بود، اون اطلاعات این باور رو شکل میداد که من سرما بخورم خیلی سریع یه روزه بلند میشم، حتی نیاز به قرص و آمپول و دوا و دکترم ندارم. اگر این باور شکل میگرفت که اونم در اثر باز اطلاعاتی که از محیط زندگی، شرایط زندگی، محل آموزش، خانواده و دیگران اطلاعات وارد ذهن ما میشه، اگر این شکلی وارد میشد خب داستان فرق میکرد، ما اون باور رو تجربه میکردیم. بنابراین ما راجع به موضوعهای مختلف، هزاران موضوع ما داریم، اطلاعاتی وارد ذهن ما شدن، به ویژه موضوعهای خیلی مهم که از کودکی اون اطلاعات وارد ذهن ما شدن و در اثر تکرار باور شدن و تقویت شدن، قدرت گرفتن. البته موضوع هم هست که الان ما وارد ذهنمون میکنیم، لزوما از کودکی نیست، ولی خیلیاش از کودکیه یا مهمترینش از کودکیه، اطلاعاتی که وارد ذهن ما شده و کودک چون دانشش کم بوده، تجربهش کم بوده، پذیراتر بوده، مقابله نکرده، مقاومت نکرده در برابر اطلاعات. ولی حالا بعدن که بزرگتر شده، تجربه کسب کرده، دانشش بیشتر شده، سوادش بیشتر شده، خب الان ممکنه در برابر بعضی اطلاعات مقاومت کنه. به هر حال اگر اینها تکرار بشن و یه شکلی بگیرن در ذهن، خود ذهن دیگه اینا رو به یه شکلی مکرر تکرار میکنه و پردازش میکنه و تقویت میکنه تا قدرتمندتر و قدرتمندتر بشن. این در واقع یک چکیده ای از تعریف باور بود که گفتم که از در اثر تکرار اطلاعات درباره یک موضوع که موضوعهای زیادی داریم شکل میگیرن باورها و در واقع بر اساس گفته‌های و اظهارات طرفداران قانون جذب اونها هستن که زندگی ما رو دارن شکل میدن. خوب یا بد اون باورها هستند. امروز هم میخوام درباره باورها صحبت کنم تا این مفهوم بیشتر برامون جا بیفته، بیشتر درکش کنیم، بیشتر بفهمیمش، چون به هر حال یک مفهوم بسیار مهم هست. اگر اونطور که مروجان قانون جذب میگن باورها زندگی ما رو میسازه و شرایط زندگی ما، اتفاقات زندگی ما، افرادی که وارد زندگی ما میشن خروجی باورهای ما هستند، محصول باورهای ما هستند، نتیجه باورهای ما هستند. بنابراین باید بیشتر این مفهوم رو درک کنیم. باورهایی که ما درباره موضوعات مختلف داریم افکار غالب ما هستند که توسط ورودی‌های مختلف شکل میگیرن. ورودی‌هایی که به شکل‌های مختلف وارد ذهن ما میشن. از کودکی شروع میشه، از والدین و خانواده، از همسالان، همبازی‌ها، مراکز آموزشی، معلمان، کتب درسی، رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و هر مکانی، هر موقعیتی، هر وضعیتی، هر شرایطی که و هر فردی یا افرادی که بتونن یک مفهومی رو به ما بگن یا ببینیم و این مفاهیم در اثر انباش در ذهن ما تبدیل به باور میشه. وقتی اینا تبدیل به باور شدند، بر اساس باز اونچه که مبلغان قانون جذب، معتقدان قانون جذب میگن، این باورها تجربیاتی هماهنگ با خودشون رو برای ما به وجود میارن. پس مرحله اول اینه که ما از طریق چشم و گوشمون مواردی رو درباره یک موضوع اونقدر تکراری میشنویم یا میبینیم به شکل‌های مختلف، با کلمات و جملات و عبارات مختلف، اما در راستای یک موضوع خاص، در جهت یک موضوع خاص، انقدر اینا تکرار میشن تا تبدیل به باور میشن. یعنی اون موضوع از بس تکرار شده، ما علاوه بر این که قبولش میکنیم و درکش میکنیم و میفهمیمش،
میشه یک باور که از عمق وجودمون باورش میکنیم، به نحوی اونو باور میکنیم که حاضر نیستیم اونو تغییر بدیم و هر چیزی خلاف اون بشنویم قبول نمیکنیم و یک تعصب خاصی نسبت به اون پیدا میکنیم. حالا این باور چه کار میکنه؟ این باور تو مراحل اولیه میاد و سعی میکنه بر اساس آنچه که ما در واقع داریم بهش ورودی میدیم بهمون ثابت کنه که درسته. یعنی ما یک سری اتفاقات رو تجربه میکنیم، میبینیم، میشنویم که این باوره باز تقویت میشه، معلوم میشه که درسته. مثلا حالا یک باور رو ما به عنوان مثال بگم. ما فرض کنیم که بسیار شنیدیم و فرضم نیست، تقریبا این باور وجود داره بین اکثر مردم. بسیار شنیدیم، بسیار دیدیم، خوندیم، تو فیلم ها دیدیم، به شکل‌های مختلف این مفهوم وارد ذهن ما شده با عبارت‌های مختلف، جملات مختلف، که اگر بخوای کسب و کار راه بندازی خیلی سختی داره، خیلی باید زحمت بکشی، خیلی باید درد و رنج بکشی تا این راه بیفته، این کسب و کار راه بیفته. حالا وقتی راه افتاد شاید حالا به مرور سختیش کمتر بشه، ولی ابتدا یه اصطلاحی هست میگن، مثلا مغازه اینا که میزنن میگن 6 ماه خاک خوری، یعنی ابتدا باید سختی زیادی بکشی تا بخواد این مغازه یا این کسب و کار راه بیفته، تا مشتری خاص خودش رو پیدا کنه، تا جا بیفته. این سختی های خاص خودش رو داره. حالا ما چون اینو بارها شنیدیم و بارها دیدیم، دوباره تکرار میشه این موارد، این اطلاعات بازم میره تو ذهن ما و تکرار میشه این ورودی. از طرفی تجربهش میکنیم به شکل‌های مختلف. مثلا یکی از اقوام یک کار را میندازه، میبینیم که چقدر سختی کشید، بدبختیاشو میبینیم چه دماری از روزگارش داره در میاد تا بخواد این کار رو را بندازه. حالا این باور در اثر این تجربیات کوچیک که ما داریم و اطلاعاتی که مدام داره وارد ذهن ما میشه، دلیلش هم اینه که چون ما این باور رو شکل دادیم، خب داریم این نوع اطلاعات رو جذب میکنیم و بیشتر مواردی رو میبینیم که این باورمون رو تایید کنن. حالا چون این باور شکل گرفته و مدام داره تقویت میشه، اگر ما تصمیم بگیریم یک کسب و کاری را بندازیم، چون این باور رو داریم، قطعاً تا بخواد این کسب و کار را بیفته، اگر را بیفته، سختی های زیادی باید بکشیم، درد و رنج زیادی باید تحمل کنیم و دمار از روزگارمون در بیاد تا این جا بیفته و را بیفته. حالا ممکنه کسایی که این باور رو دارن، که خیلی هم هستن، بگن که مگه غیر از اینه؟ قطعا همینطوره، خیلی درد سر داره تا بخواد یک کار رو راه بندازی. خب درست میگن و البته میتونن اسناد و شواهد و مثالهای زیادی هم بیارن که ثابت میکنه حرفشون درسته و دقیقا حرفشون درسته. اتفاقا حرف اونها درسته، چون این باور نمیذاره غیر از این اطلاعات دیگری، اطلاعات غیر از این وارد ذهنشون بشه یا تجربه دیگری رو در واقع ببینن و تجربه کنن. بنابراین درست میگن، یعنی غلط نمیگن، اما میتونیم برعکس این هم داشته باشیم. یعنی کسانی که حالا به دلایلی خانوادهشون اطلاعاتی که از کودکی گرفتن به این باور رسیدن دقیقاً عکس این، که نه خیلی راحت میشه یه کسب و کار رو راه انداخت و خیلی سختی خاصی نداره. حالا اینها هم میتوانند شواهد و مثالهای زیادی بیارن که ثابت کنن حرفشون و باورشون درسته. یعنی هر دو گروه میتونن ثابت کنند از نظر منطقی. بنابراین بر اساس حالا گفته های همین مروجان قانون جذب میگن که ما به چیزی که توجه کنیم اون وارد زندگی ما میشه. اگر ما به سخت بودن راه اندازی کار توجه کنیم و این باور رو شکل بدیم، این تجربه رو حتما خواهیم داشت. اگر نه برعکسش باشه، تجربه عکس اینو خواهیم داشت. خب حالا این یه باور بود درباره یک موضوع خاص. این باور میتونه تو موضوعهای متفاوت و مختلفی که ما باش سر و کار داریم هزاران موضوع شکل بگیره. حالا بعضی باورها ممکنه
کمک کنه که ما راحت تر زندگی کنیم و بعضی باورها کمک کنه ما سخت‌تر زندگی کنیم. یعنی بر اساس حالا همون قانون جذب که میگن این باورها هستن که زندگی ما رو شکل میدن. اگر باورهامون غالباً قدرت دهنده باشن، تقویت کننده باشن، زندگی راحت تری خواهیم داشت. اگر نه غالباً منفی اصطلاحاً یا محدود کننده باشن، مثل همین مثالی که زدم، این محدود کننده، این نمیذاره شما به آسانی یک کسب کار را بندازید، باید به سختی یک کسب کار را بندازید. بنابراین محدود میکنه آسانی را برای ما، یا فراوانی رو برای ما، یا زیبایی رو برای ما. خب به اینا میگیم باورهای محدود کننده. هر چقدر این باورهای محدود کننده ما در مورد موضوعات مختلف، درباره سلامتی، درباره روابط، درباره پول، درباره ثروت، درباره معنویت، درباره آسانی، درباره فراوانی، درباره هر موضوعی که ما باش سر و کار داریم، هر چقدر محدود کننده ها، باورهای محدود کننده بیشتر باشن، خب ما لطمه بیشتری میخوریم. و هر چقدر باورهای قدرت دهنده بیشتر باشن، ما زندگی راحتتر و آسانتر و بهتری خواهیم داشت. باز هم باید درباره باورها تو جلسه بعدی صحبت کنم، چون موضوع بسیار مهمیه و باید بیشتر بشناسیمش، که اگر به این نتیجه رسیدیم که قانون جذب آنطور که میگویند درسته، که ما بتونیم باورهامون رو بشناسیم و شکل جدیدی بهش بدیم. در ادامه توضیح باور یه مثال میزنم که برامون روشن‌تر بشه. فرض کنیم ما یه شخصی رو میبینیم که توی حوزه علمی مثلا رشد کرده، موفق شده و یک صاحب نظر در یک حوزه خاص تبدیل شده، دانشمند شده. وقتی نگاه میکنیم به سابقه این شخص، میبینیم که این توی خانواده علمی به دنیا آمده، یک خانواده تحصیل کرده که اهل علم و کتاب و مطالعه و پژوهش و تحقیق بودن. از طرفی تو شهر به دنیا آمده، شهری بزرگ که همه امکانات تحصیلی و علمی و مراکز این چنینی بوده که استفاده کنه. و در عین حال خانواده‌اش هم حالا از نظر مالی وضعیت خوبی داشتن که بتونن کمکش کنن که بتونه توی آموزشگاه‌های مختلف، مراکز علمی مختلف ثبت نام کنه، آموزش ببینه و استفاده کنه. در این حال از کودکی شروع کرده، یعنی از همون مثلا ابتدایی یا راهنمایی شروع کرده تحقیق و پژوهش و آشنایی با مباحث علمی اون حوزه مد نظر. خب حالا ما تو ظاهر قضیه و در نگاه اول این 4 تا عامل و البته عوامل دیگه‌ای که میتونه باشه، خیلی عوامل‌های دیگه میتونه، اینا رو مؤثر میدونیم. میگیم خب بله، این توی خانواده‌ای بوده که وضعیتش اینطوری بوده، وضعیت مالیشون این شکلی بوده و اون عواملی که گفتم و خیلی عوامل دیگه. اما اگر فرض کنیم ما یک دانشمند دیگه در یه حوزه دیگه یا همون حوزه پیدا کردیم که اتفاقاً دقیقاً برعکس توی روستا به دنیا آمده، یک خانواده‌ای داشته که حتی سواد هم نداشتن، از نظر مالی هم ازشون خوب نبوده و اتفاقاً در سن بالاتر شروع کرده این مراحل طی کردن موفقیت. وقت چی داریم بگیم؟ وقتی که این عوامل که حالا این 4 تا من نمونه گفتم، میتونه 10 تا 20 تا 30 تا باشه، اون وقت این عوامل چی میشن؟ پس باید دنبال یک عاملی بگردیم که بین اینا مشترک. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنیم که ما 4 نفر رو میبریم توی بیابون، یکی به نفر اول و دوم بیل میدیم، یه بیل میدیم، به نفر سوم و چهارم بیل نمیدیم. به هر 4 تاشون که جدای از همن میگیم زیر پاتون رو اگه بکنید یک گنجه، یک قطعه بزرگ طلاست، مثلا یه دست اسکناس دلار، یه چیز ارزشمند. خب حالا نفر شماره اول که بیل داره اونجا رو میکنه و به اون گنج میرسه. نفر شماره دوم که بیل داره باور نمیکنه، میگه سرکاریه و این کار رو انجام نمیده. نفر شماره سوم که بیل نداره اما باور میکنه،
اونم به هر وسیله شده که سنگی، چوبی، چیزی پیدا میکنه و حتی با انگشتاش، با ناخناش و اونجا میکنه و البته خیلی سخت‌تر از نفر اول و با مشقت بیشتر و زمان بیشتر، ولی موفق میشه. و نفر چهارم هم که بیل نداره که و در عین حال باورم نکرده، خب هیچ اقدامی نمیکنه. حالا وقتی که اینا کنار هم میذاریم و میبینن که اون 2 نفر موفق شدن، به چهارمی بگی خب چی شد که موفق نشدی؟ تو هم میتونستی. میگه من که بیل نداشتم، یعنی بیل عامل بوده. بعد اگه بهش بگیم خب نفر دوم هم بیل نداشت ولی موفق شد، نفر سوم، اون وقت چی داره بگه؟ اینو میتونیم تست کنیم. یعنی این چیزی نیست که فرضی باشه. این 2 مثال من فرضی بود، ولی میتونیم تست کنیم تو همین مغازه های اطراف خودمون، سوپرمارکت ها یا خیلی مشاغل دیگه که 2 نفر تقریبا شبیه هم، حالا 100% نه ولی شباهت هم. مثلا یه سوپرمارکت تو این کوچه است، یکی هم روبروش، همه چیشون تقریبا شبیه به همه با یه تفاوت‌های خیلی جزئی که اون خیلی تأثیری نداره. بعد یکی رو میبینیم که خیلی شلوغه، خیلی مشتری داره، خیلی درآمد داره و اون یکی نه. اگر دقت کنیم اطرافمون رو تو مشاغل مختلف، تو موقعیت‌های مختلف، حالا فقط هم بحث مشاغل نه، توی روابط خانوادگی 2 نفر داداشن، عین همن، این یکی رابطه خوبی داره، اون یکی رابطه خوبی نداره. یعنی شرایط و عوامل بیرونی تقریبا شبیه به هم، اما نتیجه کار شباهتی نداره. حالا با این وضعیت اگه اینا رو ببینیم، خود شما ببینید، باید این مقدار شک کنیم به این که عوامل خارجی تأثیر گذارن. باید شک کنیم، حداقل اولین شکمون این باشه که علاوه بر عوامل خارجی یه چیزی دیگه هم هست، یا اصلا عوامل خارجی نیستن، یا حداقل محتاط هم بخوایم برخورد کنیم باید به این نتیجه برسیم که علاوه بر عوامل خارجی یه عاملی دیگه هم هست یا یه عواملی دیگه هم هست. باید دنبال اون بگردیم و اون باوره. اگر ما باور کنیم یه موضوعی رو، اون باور ما رو وادار به عمل میکنه و اون عمل نتیجه میده. اما اگه اون موضوع رو باور نکنیم، مثال همون بیلو بگم، اگه باور نکرد ولی حتی اگه تلاشی هم میکرد نمیرسید، نصف نیمه ناامید میشد چون باور نداشت. خب این توضیح دادم که یه مقداری تأمل کنیم، یه مقداری شک کنیم، سوال کنیم، تو ذهنمون اینو باش کلنجار بریم و نمونه ها رو پیدا کنید که ببینید که با عوامل تقریبا شبیه ولی نتایج متفاوت داره. بازم فکر میکنم باید درباره باور صحبت کنیم.